کدام آدمی که در یک شهر مقرر، یعنی در اینجا زندگی کردن نیت کرد، وای نماز پر رو میخونه. برای چی بعضی برادرها همینجا میآیند مقیم نیستن، مثال در خارج از چند سال زندگی میکنن لیکن نمازهای فرض در رکعت میخونن، همین ایجا دلیل میگیرن. مثال وقتی که آدم به یک کشور سفر کرد، کسی سفر کرد و به یک شهر آمده قرار گرفت و در آنجا نیت کرد که در همین جا 5 روز یا مثلا 15 روز طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا از این زیادتر را نیت کرد زندگی کردن، مثلا خانه اجاره گرفت، به 1 ساله عقد کرد، عقد اجاره کرد، معلوم است که این آدم الکی همینجا رو برای خودش جای زیست انتخاب کرد و مقیم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابگان کرام اجازت نمیدادند که در مکه از 4 روز بسیار ایستند، برای آنکه در نزد جمهور علما کسی در یک شهر از 4 روز زیاد ایستاد یا نیت کرد و مقیم میشد. اینا که مکه را به خاطر الله ترک کرده رفته بودند، کوشش میکردن در مدینه وفات کنند، چون که در مدینه وفات کردن هم مهاجر وفات میکنند، هم کسی اگر تواند که در مدینه وفات کند پس وفات کند، یعنی به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم نائل میشه کدام آدمی که در مدینه وفات میکنند. اینا نمیخواستند که در مکه وفات کنند، برای آنکه مکه را به خاطر الله ترک کرده بودند. اگر در مکه زیاده از 4 روز ایستند مقیم میشن. بنابراین کوشش میکردند پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان با در نظر داشتی 3 روز بر وقتتر از حج به راه میبرآمدند. غالبا همین میرفتند عمره میکردند و پگاهش الکی خسته به مینا میرفتند. وقتی عرفات میرید، عرفات الکی حلال است، یعنی مکه نیست. از مکه برآمدند، حج در بیرون مکه تمام میشد، بعد به مکه می آمدند و 1 روز یا 2 روز می ایستادند. کسی بسیار ایستادنی باشد 3 روز یا همین تا 4 روز می ایستاد، برآمده می رفت که مقیم نشویم. مقیم که شد نماز الکی باید پر را خواند. مقصد از مقیم نشدن صحابه ها فقط اینکه هجرت ما را الله تعالی قبول کنه. بنابراین سعد ابن ابی وقاص وقتی بیمار شدند و از پا افتیدند، یعنی الکی حرکت کرده نمیتونستند، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم غمگینانه پرسیدند که یا رسول الله اخلف عن اصحابی، من از صحابگان از یار و دوستا باقی میمونم، یعنی اونها هیچ کس نگاه نمیکنن، 3 روز که شد باید برآمده روند تا اینکه هجرتشان بردوام شود. در مکه نمیخواستن زیاد بایستند. اما سعد بن ابی وقاص که حرکت کردن نمیتواند، راه گشتن نمیتواند، بنابراین بسیار غمگین بود که من اگر در مکه وفات کنم هجرتی من چی میشه. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که تو ان شاء الله در مکه باقی نمیمونی، بلکه اولی تو که بسیار آدمو فایده میبیارد، به سبب تو بسیار آدمو فایده میبیند و بسیار آدمو ضرر میبیند. سعد بن ابی وقاص یکی از صحابگان بزرگ، یکی از 10 یاران بهشتی. بعد سعد شفایاف رفت، لیکن سعد بن خوله یرثی له رسول الله صلی الله علیه و سلم ان مات بمکه، برای وی پیامبر صلی الله علیه و سلم تعزیه میگفتند که در مکه وفات کرد. همین صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم هجرت کردند به مدینه، لیکن نمازها رو پر میخوندند، 4 رکعت میخوندند، در جماعت میخوندند، 2 رکعت نمیخوندند. پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان اهل مکه در مدینه مهاجرین نامیده میشدند. مهاجرها واقعا در دنیا یگان آدم هجرت نکرده است مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم و مثل صحابه ها. این هجرت های ما نیمش به خاطر الله باشد، نیمش به خاطر غیر الله هست. ما اینو نمیتونیم به خاطر الله گفته جان ما گرفته گریختیم، یا برای زندگی خوب آمدید آیلی که کلام گفته. کجای شما مهاجری قد فخر میکنید ما مهاجری در راه الله؟ صحابه ها مهاجرانی در راه الله بودن، الله آنها را مهاجر اعتراف کرد، در قرآن کریم آنها را مهاجرین گفت، با وجود این نماز پر را میخواندند. بنابراین کدام آدمی که در یک شهر مقرر، یعنی در اینجا زندگی کردن نیت کرد، و نماز پر را میخواند. وقتی سفر برآمد، بله جاهایی که در ایام سفر و در یک شهر اگر از 4 روز کمتر می ایستاده باشد، در آن جاها قصر میخواند، 2 رکعتی میخواند. لیکن این مذهب مرجوح و قول ضعیف و تتبع شاذ، یعنی یک فتواهای شاذ یافته گرفته عمل کردن است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردن، صحابه ها چیکار کردن؟ باید بازگشت به
مذهبی آنها و پیروی از آنها باید کرد. ما انا علیه الیوم و اصحاب امروز، من و صحابگان من در کدام راه باشند؟ مردمی که در عقیده صحیح هستند در همون راه هستند. صحابه ها فقط در سفر نماز قصر میکردند، در هجرت نه. چقدر صحابه ها به عراق هجرت کردند، بعدی پیامبر صلی الله علیه و آله وظیفه امیری گرفته، مثلا به شام رفتن، عراق رفتن، مصر رفتن، یمن رفتن. اونها وقتی که رفته رسیده جایگیر شدن نماز رو پورا میخوندن، قصر نمیخوندن.